امپراتوری مغول، چنگیزخان و هجوم به بلوچستان فعلی. مقدمه. چنگیزخان با نام اصلی تموچین، خان مغول و سردار جنگی بود که قبایل مغول را متحد ساخت و با فتح قسمت زیادی از آسیا شامل چین، روسیه، ایران و خاورمیانه و همچنین اروپای شرقی امپراتوری مغول را پایه‌گذاری کرد. او پدر بزرگ قوبلای خان، اولین امپراتور از سلسله یوان در چین و همچنین هولاکو خان، نخستین ایلخان ایران بود. اوضاع مکران و بلوچستان قبل از لشکرکشی مغول‌ها. خیلی خوبه که ما قبل اینکه به مغول‌ها و آثارشون توجه کنیم، یه سر بزنیم به اوضاع و شرایط قبل از مغول‌ها. مکران پیش از آمدن مغولان تحت حاکمیت ملک زوزن در زمان سلطان محمد خوارزمشاه بود که بهار و سواحل کیچ و مکران را تا حدود هند در اختیار داشت و اوضاع و امنیت منطقه را فراهم کرده بود. در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی بلوچستان در این دوران، سیاحان زیادی از بلوچستان دیدن نموده و به شرح و توصیف اوضاع پرداختند. المقدسی سیاح عرب از جمله اونهاست که در سال 1052 میلادی به بلوچستان سفر کرده. او در مورد بسیاری از شهرهای مکران صحبت میکنه، اما بزرگترین شهر و بندرگاه اون رو شهر تیز واقع در 9 کیلومتری چابهار اعلام میکنه که کنار ساحل مکران قرار داشته و داره. به گفته او مرکز مکران قنبوریا یا پنجگور فعلی واقع در بلوچستان شرقی بوده که در اون زمان دارای قلعه خاکی بوده و به وسیله خندقی که در 4 سوی آن ایجاد نموده بودند محافظت می شده. المقدسی درباره شهرهای دیگر مکران از جمله بمپور یا پورا و فهرج نیز مواردی رو عنوان کرده. در آن زمان صنعت و تجارت مکران به حدی رونق داشته که در سال 1173 میلادی مالیات آن به حکومت آن مبلغی در حدود 3000 دینار بوده است. امپراتوری مغول. یک بار در دوران باستان اقوام زردپوستی از شرق آسیا به نام هون حملات خود را به سرزمین‌های سکایی و سپس ایرانی آغاز کردند و توران را که در شمال ایران بود تصرف کردند و بافت جمعیتی آن ناحیه که سکانشین بود را تغییر دادند. هجوم مغول به ایران به نوعی تکرار تاریخ بود. شاید مغولان از نوادگان هونها نبودند، اما در جنگجویی و سلحشوری و سبک جنگ و حمله به ایران بسیار مشابه با هونها عمل کردند. حمله چنگیز به ایران. چنگیزخان در زمان گسترش سرزمین‌های زیر فرمان خود متوجه ایران شد که در دست ترکان خوارزمشاه بود. این دو دولت پیمان‌هایی در باب تجارت میان خود بستند، اما ترک‌ها عهد شکنی کردند و تاجران مغول را کشتند و این مسئله باعث آغاز جنگ میان این دو حکومت شد. چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که چنگیزخان بعد از اتحاد قبایل مغول مشغول فتح چین میشه و تقریباً اکثریت دوران فتوحات خودش رو در چین میگذرونه و وقتی به ایران میرسه کار رو به وراسش میسپاره. یعنی چنگیزخان در سال 1227 میلادی وفات میکنه و این در حالیه که خوارزمشاهیان در سال 1231 میلادی به طور کامل سقوط میکنند و چنگیزخان صرفاً در بخشی از حملات مغول به خوارزمشاهیان خودش شخصاً حضور داشته. لشکرکشی مغولان به مکران. چنگیزخان مغول پس از بازگشت از جنگ با ترکان خوارزمشاه، حکومت ماوراءالنهر و خوارزم و شهرهای ایغور و کاشغر و بلخ و بدخشان و غزنین تا حدود سند را
به جغتای که فرزند دومش بود میسپره. یعنی خود چنگیزخان پا به بلوچستان امروزی و به عبارتی توران و مکران اون زمان نگذاشته بود. دلیل حمله مغولان به مکران. باید بگیم که بلوچ‌ها که خوارزمشاهیان ترک نتوانسته بودند به آنها حکومت کنند، در برابر هجوم وحشیانه مغولان شکست می‌خورند. در نبرد ابتدایی چنگیز و سلطان جلال الدین با یکدیگر می‌جنگند که در این جنگ سلطان جلال الدین به هندوستان متواری میشه. چنگیز به سمت جیهون میره تا پسر دوم خودش یعنی جغتای را مأمور فتح ولایات مکران و سند کنه و مانع بازگشت سلطان جلال الدین به ایران بشه، چرا که مسیر ایران به هند از مکران و سند میگذشت. بنابراین جغتای فرمانده ایلخانیان پا به مکران میذاره و تمام شهرها و آبادیهای مکران رو ویران و غارت میکنه. این کار جغتای که به فرمان چنگیزخان انجام شد کارساز میشه و پس از ویرانی چاه‌ها و منابع آب در مکران و نبود آبادی، زمانی که در سال 1222 میلادی سلطان جلال الدین و لشکر اون از هند برمیگردن، از راه مکران میگذرن که در آنجا به واسطه نبود آب و آبادی و امکانات کافی برای اون تعداد سرباز، بسیاری از نیروهای ترک هلاک میشن و پس از 2 سال ماندن در مکران فقط حدود 4000 نفر از لشکر سلطان جلال الدین میتونن از مکران خارج بشن و خودشون رو به کرمان برسونن. مکران بعد از حمله مغول‌ها. در واقع چندی بعد از تسلط مغول‌ها بر بلوچستان، مردمان این دیار تاب نیاورده و با رشادت، دلاوری و فداکاری جمعی موفق میشوند که از سلطه مغول‌ها خارج گردند. یعنی تقریباً از زمان مرگ چنگیز تا پایان حضور ایلخانان و تیموریان مبارزات زیادی بر سر حکومت و تسلط بر منطقه توسط حکام مختلف بیگانه و آشنا رخ داده است. در این فاصله زمانی در مناطق مختلف بلوچنشین 3 حکومت کلی محلی وجود داشته است. منطقه زابلستان، ملوک نصری و سپس ملوک مهربانی. منطقه مکران، ملوک مکران و در بخش‌هایی هم خاندان رند. منطقه توران یا بلوچستان شرقی، حکومت خانات کلات. این حکومت‌ها همیشه در حال سرکشی علیه حکومت مرکزی مغول بودند. البته زمانهایی که توان مبارزه داشتند، به مبارزه می پرداختند و سپس در زمانهایی به صورت استراتژیک خراجگزار دولت‌های مرکزی می شدند تا فرصتی مناسب برای قیام به وجود بیاد. در زمان هجوم مغولان، علیرغم جدایی و وجود حکومت‌های مختلف در مناطق سگانه بلوچستان، اما هر زمان که مشکلی برای یکی از حکومت‌ها و مناطق پیش آمد می‌کرده است، یکی از گزینه‌های درخواست کمک برای هم به حساب می‌آمدند و اختلافات را کنار می‌گذاشتند. به طور مثال، ملک نظام الدین یحیی فرزند ملک محمود سیستانی به علت آنکه در مقابل قوای سید احمد از سرداران حکومت تیموریان شکست خورده بود، به جانب ملوک مکران و نزد ملک شاه حسین بلوچ در بنپور پناهنده میشه. همچنین در زمان اولین هجوم مغول، طوایف مهم مکران تا زمان ظهور جلال خان ناجی در کرمان و سپس سیستان به سر می بردند و پنهان شده بودند تا قدرت خود را متمرکز نمایند. هر کدام از این سلسله ها تاریخی مفصل و طولانی را شامل می شوند. اما ما در اینجا به کلیاتی از این حکومت ها خواهیم پرداخت تا تأثیر حضور مغول ها در منطقه برایمان روشن‌تر بشه.